چگونه انگلیس اولین آخوند را با این شکل و لباس کریه به ایران فرستاد؟ در این ویدئو گذری داریم بر این که قشر مفتخور و زالو صفتی که آخوند نام دارد از کجا و از چه زمانی وارد فرهنگ ما شد و مانند زالو به جان مردم عوام افتاد. جالبترین نکته اینجاست که در زمان شاه عباس صفویه انگلیس یک هندی را برای پای ریزی سیستم آخوندی به ایران فرستاد و او کسی نبود جز جد علامه مجلسی کفتار. کمتر کسی را میتوان سراغ داشت که در زندگی روزمره خود کلمه آخوند را به کار نبرد یا نشنود. آخوند کیست و از کجا وارد فرهنگ ما شد؟ یک مثال قدیمی طنز در ایران وجود دارد که میگوید اگر ریش هر آخوند کفتار را بالا بزنی زیر آن نوشته شده ساخت انگلیس. دو اصل مهم در تشیع عبارت است از اجتهاد و تقلید که تا قبل از زمان قاجار این دو اصل وجود نداشته یا خیلی کمرنگ بوده است. تا پیش از دوره قاجاریه هیچ شخصی را نمیتوان یافت که خود را روحانی یا مجتهد معرفی کرده باشد و از مسلمانان بخواهد که مقلد او باشند و اوامر او را اطاعت کنند. بر طبق مدارک اولین بار در زمان صفویه سر و کله انگلیسی ها در ایران پیدا شد. نام برادران شرلی برای همه آشناست. برادران شرلی در هنگام عزیمت به ایران مترجم در اختیار داشتند که این نشان دهنده آن است که دولت انگلیس از سالها قبل کشور ایران و مردم ایران و روحیات آنها را می شناخته و با قصد و نیت قبلی پا به کشور ایران گذاشته است. در هنگام عزیمت برادران شرلی به ایران یکی از همراهان آنها به اشتباه توسط دولت شاه عباس جانش گرفته می شود. شاه عباس از شنیدن این خبر ناراحت می شود و به برادران شرلی می گوید ای کاش به جای این نوکر شما جان 6 ایرانی گرفته می شد ولی هرگز این اتفاق نمی افتاد. برادران شرلی به شاه عباس می گویند زیاد خودتان را ناراحت نکنید. این نوکری که جان باخت ایرانی بوده. شاه عباس از شنیدن این خبر خوشحال می شود و می گوید خب حالا عوض آن نوکر شما هر کدام از نوکرهای مرا خواستید بردارید. چند سال قبل از اعزام برادران شرلی به ایران دولت انگلیس یک هندی را در پوشش یک درویش روانه ایران می کند که نام وی مقصود علی بوده است. حدس زده می شود برادران شرلی بر اساس اطلاعات مقصود علی از جامعه ایران به کشور ایران اعزام شده باشند. درویش مقصود علی به زبان فارسی چنان تسلط داشته که حتی شعر فارسی نیز می سروده است. وی اولین ویروس شومی بود که از طرف دولت انگلیس روانه ایران شد و صنعت ملا و آخوندسازی توسط وی در ایران راه انداخته شد. ورود لاشخوری به نام مقصود علی به ایران به سال 990 هجری گزارش شده است. در این زمان در ایران خانقاه‌های زیادی وجود داشت و کسی که مجلس خانقاه را می‌گرداند به مجلس آرا معروف بود. از آنجا که مقصود علی شغلش درویشی و مجلس آرایی خانقاه ها بود به مجلسی معروف شد و این بیکفایت پدر مجلسی های مشهور می باشد. مقصود علی هندی پس از آمدن به ایران ساکن اصفهان می شود و با دختر یک درویش لبنانی به نام درویش ملا محمد ازدواج می کند. در سال 1002 هجری شاه عباس شروع می کند به مبارزه با صفویان در حالی که پادشاهان صفوی خود در ابتدا از طرفداران صوفیان بودند. در کتاب مرتضی راوندی تاریخ اجتماعی ایران جلد 3 صفحه 483 می‌خوانیم که در دوران شاه عباس مبارزه با متصوفان برای از بین بردن نفوذ آنان به اندازه‌ای شدید بود که در عرض 30 سال تمام علاقه 300 ساله نسبت به صوفیه جای خود را به کینه، انتقام و تعصب کور داد. مقصود علی هندی وقتی با برخورد شدید شاه عباس با صوفیان روبرو می شود از ایران فرار می کند. مقصود علی هندی از خود 2 پسر در ایران به جای می گذارد، یکی محمد تقی و دیگری محمد صادق که این محمد صادق
همان علامه مجلسی اول می باشد. محمد صادق کفتار در هنگام فرار پدر بیکفایتش فردی نابالغ بوده، اما بعد وقتی بزرگتر می شود به فرقه صوفیان می پیوندد و بدون ترس از شاه عباس به خانقاه ها رفت و آمد می کرده است. پس از فوت شاه عباس، شاه صفی جای وی را می گیرد. قابل ذکر است که بعدها وقتی علامه مجلسی دوم پسر مجلسی اول دستور گرفتن جان صوفیان را می‌دهد، مردم به او معترض می‌شوند که پدر تو نیز درویش بود، پس چرا با صوفیان چنین برخوردی می‌کنی؟ که وی در جواب می‌گوید که پدر من یک درویش واقعی نبوده و برای رسوخ در صوفیان و کسب اخبار از آنها به لباس درویشی درآمده است. در حقیقت علامه مجلسی اول جاسوس شاه عباس بوده است. پس از روی کار آمدن شاه صفی، سیاست نابودگری دراویش توسط وی ادامه می‌یابد، اما از بخت بد علامه مجلسی اول وی هیچ مدرکی در دست نداشته که ثابت کند واقعاً درویش نبوده و وقتی جان خود را در خطر می‌بیند از ترس جان همانند پدرش به هندوستان می‌گریزد.